سلام چطورید؟ من کیان پرشین هستم و خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. آقا امروز اومدیم با اکانت لول 2 بریم ایسکاگیری. حالا بگیم من تازه نصب کردم بریم. آقا فکر کنم ولی صدا نیاد، باگ شده ریکوردر من کلا بگار رفته. ببخشید حالا بیادبی میکنم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره عشق منید. بریم یه روم پیدا کنیم، من همچنان در تلاشم. خب بذارم امپی روم. خب نیست. بذارم امپی روم و کیشه. خب فکر کنم کیکم کنم. بله از اولین رومی که رفتیم کیک شدیم. ببین نکن کلا لول 2 کلا دیگه همش لول 2. فکر نکنم بچه مایک بیاد ولی خب آره. گنده اینجا کیه؟ دهنتون سرویس. آقا گنده اینجا کیه؟ هر کی هست کیک نکنید، دهن سرویس ها. بچه ها صدا میاد فکر کنم مایک باید. گنده اینجا کیه؟ هر کی هست بیاد تو ادفرن میدم. نه مثل این که نیست. اینجا فکر کنم مایک ندارن اینا، پس من لفت میدم خودم. آره لفت دادم. بریم روم بعدی. خب آقا گنده اینجا کیه؟ هر کی هست اینوایتش میدم بیاد دوه. TNT تویی؟ اوکی الان بچه صدا میاد؟ فکر نکنم صدا بیاد تو ریکورد. آره من اینو اینوایت دارم آوردمش، الان میارمش دوئل. روم خودم هم هست. اومد. خب آجی من استارت میکنم. بریم بچه میتونید بهم بگید که چه نوع محتوایی دوست دارید. هر محتوایی دوست دارید بگید، حالا همین سبکی باشه. راستی بچه یه چی بگم خیلی مهم درباره 1001 CP رایگانه. اگه میخواید ویدیوشم میذارم تو چنلم، چه بخواید چه نخواید میذارم، چون واقعا به کیف کنید. آره بریم آقا ببینیم دوئل چی میشه. اصلا اتچمنت هم ندارم کلا میگم اکانت لول 2 دیگه. آره خب کجا رفته اینجا؟ دینا اینجاست. ای میسادم. اوکی یکیچ. بیا ای دمیج. حاجی من این سیزن کلا رو اکانت اصلی خودم هم بودم خیلی دمیج میکردم. ببینی بازم یه دمیج و کیل. بله خدای من خودم یه بچه یه تنظیمات هم حالا بهتون میدم توی ویدیو جداگونه. تو این ویدیو که نه، یه ویدیوی دیگه. بچه ببخشید دیگه صدا ویدیو نمیاد، واقعا ببخشید، فقط صدای من میاد. واقعا ببخشید. ریکوردر من باگ شده، احتمالا ریکوردر رو عوض کنم. هندکم هم اگه خواستید میذارم. اسپان طرف اینجاست. نه تریپ سنسور. وای مردم. بله تریپ سنسور هم داشت، هم یه هیپ زدم بهش از اون فاصله خدا باز دمیج. اسالت نایفشو بردارم. حاجی این اسالت نایفرم رو اکانت اصلی خودم دارم. نازو فکر کنم بزنه. بله خیلی دادم. خب کجاست این یزیدن سرویس؟ فکر کنم کمپی نیست. صدام دیلش هم برداریم و فکر کنم بچه لفت بده زیاد بزنمش. فکر کنم چون اکان لول 2 بعد دیگه جرأت ندارن وایسا. آره بنوزا چه شاتی زنم. بچه اگه دوست داشتید لایک رو بزنید، زنگوله کانالم بزنید که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم ازش باخبر شید. یه کامنت و یه ساب و لایک بزنید. یه لایک و کامنت و سابسکرایب بزنید. دمتون گرم. من میام زمان بکشم و هیپ فایر خوب بود. بله گفتم آجی لفت میده. 9-2 اینا بردیم. بریم MVP رو بذارم. میذارم آقا ای پیچ.
که میذارم محتوا ای بار. خب بریم سراغ روم بعدی. بذار این تموم کنم. آره بچه اگه تو کامنت ها بگید دیوایستون چیه. من خودم پوکو X6 پروه. آره خواهم شاید احتمال عوض کنم برم X7 بگیرم، موقع دیگه گیم پلی های بتر میگیرم. خب بریم برای روم بعدی. بریم ببینیم لیدرز. گنده اینجا کیه؟ گنده آفرین چقدر لولت بالاست. اد فرندش هم همینجا ویست. این شات یعنی ریکورد میگیرم، یعنی حرفایی که زدم میگم. آره داره همه رو فکر کنم کیک میکنه. کیکشون کن. چقدر پایین چارسی میره. آره احتمالا که بچه ریکوردرم هم عوض کنم بعد دیگه صدا حالا اینا میاد. بابا گندتون بیاد من لول 2 زمین خاک شیمو گذاشتم رو زمین ریکورد. همه رو کیک کن. وایسا یه ثانیه اینا رو کیک بدم. تو گل آشا برو تو اونجا. بابا اینا چه پرتم نزنین. آشا پرتم نزن. من گناه دارم. من اخراج نکن. ما که گناه بده بیرون کیک کن بابا مشتی. آشا برو بخش مسخرم کرد گفت لولت چقدر بالاست. بخش چی؟ تماشا چیا؟ میخوام درش بزنم. برو برو اون بالا واقعا ببخشید. بذار شیپمنت دادا. اوکی وایسا الان بازی اسنایپر. آره دیگه اسنایپ جرقه‌ای هم قبوله. دوئل بزنیم. آخرین دوئل دیگه امروز. نمیخوام تایم ویدیوام خیلی طولانی بشه برای همین. استارت کن مشتی. همین میخوای ردی کنی؟ استارت کن. وایسا اینجا بچه بهش گفتم شرط میذاری سر CP. آره استارت کرد. یا فکرم اوایل برم بازی استارت شد. ببینیم سامی 1393 اسمش بوده. همین حتی معمولی دیل هم از همشون بهتره. خب اوکی مچ شروع می شود. دادن یک دوئل. ولی بچه فکر نکنم CP بده. اگه هم بخواد بده من خودم نمیگیرم. AFK بوده احتمالا خودش رو زده به AFK. میشناسم رحم نمی کنم. میستادم. آها خوبه این اولی تندرشو بردارم. ببینم تندرش که خدای تندر یه زمان خوب خیلی خوب بود. اسلاید بک و بعد تندرش یه جوری بچه شما هم حس میکنید. حالا واقعا بازم ببخشید که ویدیو صدا نداشت. گیم پلی دیگه. ویدیو چی مشتی دمیج. اوکی اوتلاشو بردارم. تندرش یه جوریه بچه خدای اوتلا خیلی سریعه. باز با یه خارجی هم باز دوئل زدم همین اکانت. نه اون اکانت تسلیم بود. یه اوتلا لجند از شنیه. ببین اوتلا جدید اومده. نه جدید هم نیومده برگشته. فرعونیر نه یکی دیگه است. قدیمیه یادشون اسمشو نمیدونم ولی اون نوداش خیلی حقه تو مولتی مخصوص. اوتلای زمانی تو باتل جواب بود. بریم ببینیم. حاجی خیلی دمیج میده. ببین یعنی اسنایپر این سیزن فقط دمیج. فقط اوکی چند تا کیل دیگه هم بزنم و بریم برای فینیشر. فکرم فینیشر بگیرم لفت بده. نه بالا وایسم شاید حاجی اسکینش یکم دیدم سایه اومد. یه موومنت
هیپفایر که نمیخوره علاقه دیلش هم برداریم و پشمون دیلش چقدر سریعه خدای خوبه بچه. ستینگ هم بهتون میدم تو ویدیوی جداگونه مخصوص برای مولتی و اسنایپ زدن کلا بتونید عالی اسنایپ بزنید میذارم ویدیوش. اوکی توندو هم راول پیام داده به جای 7 گیگ 30 روزه نمیدونم چی رو بگید. یه موومنت پشمو هیپ حقی بود. یکی دو دیگه بریم دیگه برای فینیشر. یکی دو تا کیل دیگه هم بزن بعد بریم همینا بریم برای فینیش. نیزه نه اینو بذار گناه داره فیل. بیا بگیریم بابا گرفتیم. فکر کنم بچه لفت بده. بله لفت خدای چرا جمع ندارید ناموسن دوئل باخت. سی پی من بوده. بذار برم رو لابی ببینم چی میگه. فکر کنم کیکم کرده باشه. بذار مایکمو باز کنم. ای دن سرویس کیکم کرد. بذار بهش اینوایت بدم. منو برد تو رومش. منو برد تو رومش. بچه مایک باگ شد. وای مایک باگ شد. برحال عیب نداره آقا فلش کن مهم نیست. حالا بعدا سی پی هم میداد من ازش نمیگرفتم چون برای فان بودنه. ببینم درخواست میاد یعنی میاد ولی فکر نکنم بیاد. آره باید اینجور آدم و جنبشون کمه میدونی. یه بار دیگه اینوایت بدم تو مولتی مچ. نه حالا مرسی که دیدید آقا ما رو دنبال و حمایت کنید تا ویدیو بعدی.